The pictures. They are moving again. درود. این ویدیو یک نقد و بررسی کوتاه از بازی ایندی The Midnight Walk هستش. به بازی‌هایی که توسط یک تیم کوچیک و یا حتی یه نفره با بودجه خیلی کم توسعه و منتشر داده میشه رو میگن ایندی گیمز. میشه گفت مستقلند. معمولا هم کاراشون خلاقانه و گاهی عجیب و غریبه. برای جلوگیری از اسپویل کردن این بازی، تصاویری که در این ویدیو خواهید دید مربوط به بخشای اول بازی، چون معتقدم استودیو مونهود سازنده The Midnight Walk خواسته از لحاظ بصری خودی نشون بده که خب ترجیح میدم خودتون برای اولین بار اون رو تجربه کنید. The Midnight Walk در سبک معمایی ماجراجوییه که دنیاش با چوب کبریت و گل و رویا ساخته شده. خیلی رک بخوام بگم گیم پلیشان با گل و چوب کبریت سرهم شده. فکرشو بکن تو یه بازی که 5-6 ساعته یا حتی کمتر میتونی تمام کنی، به غیر از چند تا باگ رندوم دوبار اصلا نمیتونستم به بازی ادامه بدم که خوشبختانه با اجرا کردن مجدد بازی مشکل رفع شد. لوپ گیم پلی خیلی ساده ای داره. مقصد نهاییت که همون اول بازی مشخص میشه. بین راه هم چند جا توقف داری که تقریبا همیشه باید یه آیتمی رو از یه جا به یه جای دیگه برسونی. تعداد انگشت شماری پازل ساده داره که بهتون قول میدم اصلا زمان زیادی رو صرف حل کردنش نمی کنید. یه جاهایی هم که باید مخفی بمونی، اینقدر لول ها ساده و بیسیک طراحی شدن که راستش بخش های پنهانکاری بازی برام مسئله سربر بود. کاراکترت هم هیچ تحول و پیشرفتی نداره، یعنی همون کارهایی رو که توی ساعت اول بازی میکنی تا آخر بازی هم همونا رو تکرار میکنی. در طول بازی یه سری جاها رو میبینی که خیلی زیبا و با جزئیات طراحی شده. یک سری جاها هم چون احتمالاً تو خواب و رویایی تاریک و تاره. متاسفانه تنوع لول ها و گیم پلی خیلی پایینه. The Midnight Walk رو که قطعاً واسه گیم پلی نگرفتم، پس یه نگاه بندازیم به داستان این بازی. قبل از هر چیزی با هم بگم احساس میکنم داستان این بازی شخصیه که بیشترش خاطرات و بازگویی یه سری اتفاقات در گذشته است. همونطوری که گفتم بازی کوتاهیه، پس نمیتونم در مورد داستانش خیلی صحبت کنم طوری که اسپویل نشه براتون. سربسته بخوام بگم این بازی به اهمیت ارتباط جدایی ناپذیر قلب و اون چیزی که تو کلت هست میپردازه و اثرات نبوده این تعادل رو به دلیل کمبود واژه بهتر خیلی فاکتاب به نمایش در آورده. I guess I'm the headmaster now. As you've observed with your own head globes, we have a problem. It is called the Molgrim. The Molgrim. Recently she has become bold, moving ever closer to Nobodyville. You should help us get rid of her. Yes, get rid of her. Tame her, just make it stop. And by the powers suddenly vested in me, I will, shall grant you passage through our fair Nobodyville. Here, take this. شخصیتی که تو کنترلش میکنی رو هیچ وقت نمیبینی، اما با توجه به دستات و اشاره کمی که بعضی جاها بهت میشه نقش یه درخت دست و پادار رو ایفا میکنی که به اتفاق همیار جدیدت و خونه‌ای که از دست صاحبش فرار کرده هدفت این میشه که آتیش رو به دنیایی که درش حتی خورشید هم نمیسوزه برگردونی.
شخصیت هایی که باهاشون در مسیرت آشنا میشی با توجه به هنرمندی صدا پیشه ها و دیالوگ احساسی که این بازی داره جزو نقاط قوتش محسوب میشه. حتی بعضی اوقات دلم میخواست بیشتر به صحبتاشون گوش بدم. See you down the midnight walk and burnt one. Wherever you end up this long night, keep that fire alive. It's really all that matters. Don't take my word for it. Just see for yourself. The Midnight Walk زمان بیشتری رو صرف داستان و هنر بصری خودش کرده تا گیم پلی. این تصمیم صرفاً چیز بدی نیست، فقط دایره مخاطب خودش رو کوچیک‌تر میکنه. اگر کسی هستی که میتونه برای داستانی احساسی، دارک و گاهی خنده‌دار از قصورات گیم پلی چشم پوشی کنی، حتما بهت The Midnight Walk رو پیشنهاد میکنم.